اشتباهی هست که اگه مرتکبش بشی احتمالاً سالها فکر بکنی که داری روی خودت سرمایه گذاری میکنی، در صورتی که فقط داری وقتت، انرژیت و پولتو از دست میدی. و قسمت دارک ماجرا اینه که فکر میکنی داری پیشرفت هم میکنی. من نیلوفرم، مشاور کسب و کار و توی این چنل بلند فکر میکنم. چند وقت پیش یه خانمه اومده بود پیشم مشاوره، خیلی بامزه بود. راجع به هر قسمتی از کسب و کارش که باهاش حرفی زدم، مثلا مارکتینگ، تولید محتوا، چه میدونم CRM، زنجیره تامین، راجع به همه چی، هر چیزی که حرفی زدم میگفت آره اتفاقا فلان دوره رو تهیه کردم از فلان استاد و گذاشتم توی برنامه که ببینم این دوره رو خیلی نیازه و حتما باید روی این قسمت بررسی کنم. ببین راجع به همه چی دوره داشت. و اینجور آدما که علاقه‌مند به یادگیریان خیلی برای من آدمای جالبیان، خیلی خوشم میاد و خودم هم سعی میکنم واقعا اینطوری باشم. هر هفته پادکست میبینم، دوره میبینم، دائم سعی میکنم اطلاعات آپدیت حوزه کاری خودم رو حداقل بتونم بگیرم دائم، حالا غیر از اطلاعات دیگه. اما یه چیزی توی این مکالمه توجه منو جلب کرد که یه الگوی تکراری بود و این الگو رو من هم توی خودم خیلی دیده بودم سالها پیش و هنوزم بعضی وقتا میبینم و هم توی این همه آدمی که باشون توی این سالها مشاوره داشتم این الگو خیلی تکرار شونده بوده و این الگو انقدر جلوی چشم من تکرار شد که من اصلا براش اسم گذاشتم و اسمشو گذاشتم توهم پیشرفت. کلا ذهن من خیلی دوست داره از همه چی الگو در بیاره و کلا از یه زاویه دیگه نگاه کردن به مسائل برای من خیلی جذابه. اصلا این چنل رو زدم که راجع به همین مسائل صحبت کنم و اگه فکر می‌کنی خوشت میاد از یه زاویه دیگه‌ای به زندگی نگاه کنی، احتمالاً از محتوای این چنل خوشت میاد. ساب کن. حالا اصلا این الگوی توهم پیشرفت کی اتفاق میفته؟ وقتی اتفاق میفته که ما احساس پیشرفت کردن رو با خود پیشرفت کردن اشتباه میگیریم و صرف این که یادگیری رو داریم انجام میدیم یا حتی برای یادگیری اقدامی انجام دادیم احساس بکنیم که پیشرفت کردیم و بدون اینکه توی رفتارمون تغییری ایجاد بشه، بدون اینکه توی اقداماتمون تغییری ایجاد بشه، توی واقعیت تغییری ایجاد بشه، فکر میکنیم که پیشرفت کردیم. این الگو وقتی اتفاق میفته که ما احساس پیشرفت کردن رو با خود پیشرفت کردن اشتباه میگیریم. یعنی قراره که یه کاری بکنیم که پیشرفت کنیم، فقط صرف این که میریم اقدام میکنیم به یادگیری برای انجام اون کار احساس بکنیم که پیشرفت کردیم. حالا نه واقعا اون کار رو انجام دادیم، نه تو رفتارمون تغییری ایجاد شده، نه تو عملمون تغییری ایجاد شده، صرفا یه یادگیری اتفاق افتاده. یا شاید حتی اقدام کردیم برای اتفاق افتادنمون یادگیریه. بعضی وقتا فکر میکنم که این الگو برای این توی ذهن ما ایجاد شده که ما سالها توی مدرسه واقعا احساس بکردیم که هرچی یاد بگیریم داریم پیشرفت بکنیم دیگه. اصلا کارمون یاد گرفتن بود. بیشتر یاد میگرفتیم، نمره بهتری میگرفتیم، تشویقمون میکردن. اما خب وقتی اومدیم تو زندگی واقعی دیدیم قواعد بازی داره عوض میشه. اینجا دیگه برای چیزی که بلدی بهت زندگی پاداش نمیده. برای کاری که با اون دانسته داری انجام میدی زندگی بهت پاداش میده. حالا اینکه فقط فرضیه من بود، اما اومدن یه تحقیقاتی کردن، دیدن وقتی که ذهن با یه مفهوم جدید آشنا میشه، به صرف اینکه اون مفهوم رو یاد گرفته و شناخته که چجوریه، احساس بکنه کامل بلدش شده و این احساس تا وقتی ادامه داره که بره اون مفهوم رو در عمل اجرا کنه و ببینه که خیلی چیزا رو بلد نیست. و به نظر من فاصله بین اون یادگیریه و اون در عمل اجرا کردن است که باعث میشه ما توهم پیشرفت رو داشته باشیم. که قضیه دارک میشه وقتی که این توهم پیشرفت با مکانیزم‌های دفاعی ذهن با هم قاطی بشن. با این مثال میگم که بهتر بفهمید. فرض کن یه دوره تولید محتوا گرفتی، چند ساعتی هم دوره رو دیدی و احساس بکنی که اوکی من یاد گرفتم که باید چی کار کنم، ولی اقدامی بابتش نمی‌کنی. چند وقت میگذره و هنوز مسئله تولید محتوا واسط مسئله است، مشکل حل نشده. حالا ذهن میاد چی کار میکنه؟ مکانیزم دفاعی فعال میشه و میگه که نه، فلان دوره‌ای که گرفتیم خوب نبود، یا مدرسش خوب نبود، یا درست توضیح ندادن و حالا بهتره که بریم یه دوره دیگه بگیریم. این دوره به درد نخورد، برو یه دوره دیگه بگیر. میبینی چرخه رو؟ آشنا بود؟ ذهن نمیاد بگه مشکل از خودت بود اجرا نکردی، میندازه مشکل رو گردن دوره و باعث میشه توی یه چرخه خریدن دوره، خریدن محتوا، خریدن کتاب، خریدن پلنر، توی این چرخه گیر کنی. همین لحظه با خودت فکر کن، ببین چند تا کتاب خریدی یا نخوندی، چند تا دوره ثبت نام کردی ولی یا کامل ندیدی یا اجرا نکردی، چند تا پلنر خریدی ولی همینجوری نو رو میزت مونده،
دقیقاً همین لحظه است که باعث میشه که شما دچار توهم پیشرفت شده باشی، چون که احساس کردی با خریدن اون دوره ها پیشرفته برات اتفاق افتاده و بعد دیگه دنبال اجرا کردنش نرفتی. حالا اینا رو نمیگم که قضاوت کنم، چون خودم دقیقاً یه همچین آدمی بودم، ولی خب چند تا تکنیک رو استفاده کردم و این تکنیک ها به درد من خورد. گفتم تو این ویدیو با شما به اشتراک بذارم، ممکنه به درد شما هم بخوره. قبل اینکه این تکنیکا رو بگم، به نظرم یک چیزی اول باید تو ذهنمون عوض بشه، اونم معنی پیشرفت توی ذهنمونه. چون الان توی حالتی هستیم که ذهنمون پیشرفت و با میزان ورودی های ذهنمون داره یکی میدونه. باید این معنی رو توی ذهنمون تغییر بدیم، خروجی ها رو باید بذاریم معیار پیشرفتمون. حالا خروجی ها چیه؟ تغییر رفتاری که برامون اتفاق افتاده. یعنی هر هدفی که داشتیم بابت خریدن یه محتوا، خریدن یه دوره یا سیو کردن یه محتوا یا یه کتاب یا هر چی، بیایم ببینیم که واقعا خروجی تغییر کرده یا نه. اگه دوره تولید محتوا خریدی، برو بعد از یه مدت نگاه کن ببین واقعا تولید محتوا تغییر کرده یا نه. اون نکاتی که توی دوره یاد گرفتی و فقط گوش دادی و یاد گرفتی یا داری در عمل هم اجراشون میکنی. و تا وقتی توی اجرا نیامده پس پیشرفتی هم اتفاق نیفتاده. و از اینجا به بعد ما هر تکنیکی که استفاده میکنیم فقط یه هدف داره و اون اینه که فاصله بین دانستن و انجام دادن رو کم کنیم. حالا بریم سراغ تکنیکا. اولیش واقعا چیز عجیب غریبی نیست، فقط یه قانون بود برای خودم، اونم این بود که وقتی که یه چیز جدید یاد میگرفتم به خودم اجازه نمیدادم برم سراغ یادگیری بعدی تا زمانی که اون تکنیک رو اجرا کرده باشم. حداقل نشسته باشم 5 دقیقه فکر کرده باشم، حالا بعضی وقتا 5 دقیقه 10 دقیقه حتی بیشتر فکر کنم ببینم اونی که یاد گرفتم و کجای زندگی میتونم استفادهش کنم. توی گذشتم برگردم ببینم اگر که قبلا این تکنیک رو میدونستم چطوری میتونستم عمل کنم. و یه نکته اینجا داره، اونم اینه که این کار برای این نیست که خودتو قضاوت کنی یا هی بگی ای کاش اون موقع میدونستم یه جور دیگه رفتار میکردم. برای اینه که اون چیزی که یاد گرفتی و بنشونی روی یه خاطره. مثل اینه که ذهنتو فولدر بندی کرده باشی و اون چیزی که یاد گرفتی نشسته باشه روی یه خاطره‌ای که از قبل توی ذهنت سیو شده. اینطوری دفعه بعدی که توی همون موقعیت قرار بگیری، ذهنت موقعیت رو تداعی میکنه و اون نکته‌ای که یاد گرفتی رو میشونه روش. و اینجوری میتونی بهتر از نکته‌ای که یاد گرفتی استفاده کنی. همینجا یه مثال بزنم. فرض کن الان این ویدیو رو دیدی، راجع به توهم پیشرفت یاد گرفتی. به جای اینکه بزنی بری ویدیو بعدی، اول بشین واقعا 5 دقیقه 10 دقیقه فکر کن ببین آخرین باری که دچار این توهم پیشرفت شدی کی بوده. وقتی که یادت بیاد کی بوده و بهش فکر کنی که اگه اون موقع میدونستی توهم پیشرفت چیه و یه جور دیگه رفتار میکردی، این توهم پیشرفته میره جزو اطلاعاتی که توی ذهنت کاملا سیو شده. اما خب این تکنیک اون چیزی نبود که بیشترین تغییر رو برای من ایجاد کرد. یه تکنیک دیگه بود که اولش خیلی ساده به نظر می رسید، ولی وقتی اجراش کردم تازه متوجه شدم چقدر درگیر مصرف اطلاعات شدم. من کلا ذهنم عاشق یاد گرفتنه و وقتی می‌خواستم یه کار جدید انجام بدم، به محض اینکه به اولین مشکل برمیخوردم میگفتم اطلاعاتم کمه، باید برم یاد بگیرم چجوری انجامش بدم. و هی این روند تکرار میشد تا جایی که میدیدم ماها گذشته و من واقعا هیچ اقدامی انجام ندادم و فقط سعی کردم که یاد بگیرم. اومدم چیکار کردم؟ یه قانون بر خودم گذاشتم، اونم این بود که وقتی یه قسمت از یه دوره یا یه اطلاعات جدید یا یه ویدیو تو یوتیوب میدیدم، تا زمانی که اونو واقعا انجام نداده بودم، یعنی به یه عمل تبدیل نکرده بودم، به خودم اجازه نمیدادم برم ویدیوی بعدی یا قسمت بعدی. و این برای ذهنی که عاشق یاد گرفتن دیتاست واقعا یه محدودیت و شکنجه بود دیگه. بعد برای اینکه زودتر بتونم برم ادامه یادگیری رو انجام بدم، حتی شده یه قدم کوچیک برمی‌داشتم و واقعا میگم این قدم‌های کوچیک خیلی توی مسیر پیشرفتم کمک کرد. یعنی یادگیری رو تبدیل کردم به جایزه برای اون اقدام کردنه. ببین آموزش دیدن خیلی چیز خوبیه، ولی وقتی تبدیل میشه به یه راه فرار برای اقدام کردن، اون موقع قضیه تاکسیک میشه. حالا ازت یه سوال دارم، چقدر تا حالا آموزش دیدی و این آموزش‌ها رو تو زندگیت نیاوردی؟ و اگه آورده بودی الان کی بودی؟ من خودم واقعا وقتی این کارو کردم فهمیدم چقدر اطلاعات توی ذهنم آوردم و هیچ وقت بهشون فرصت زندگی کردن ندادم. حالا آخر این ویدیو هم میخوام بهت یه متر و معیار بدم که بفهمی واقعا داری پیشرفت کنی یا تو توهم پیشرفت افتادی. این تکنیکا واقعا داره رود کار میکنه یا نمیکنه. اونم این بود که یه دفتر برای خودم گذاشته بودم که در واقع ژورنال یادگیری من بود و هر وقت چیز جدیدی یاد میگرفتم توش مینوشتم و یه قسمت دیگه داشت که حالا
با این یادگیری چی کار کردی و تا وقتی که اون قسمت چی کار کردی رو پر نکرده بودم اجازه به خودم نمیدادم برم مطلب بعدی رو یاد بگیرم. و بعد به خاطر اینکه یکم محدودم کرده بودم، می‌خواستم یکم برای خودم انعطافم به خرج بدم، چون دوست ندارم تو چارچوب قرار بگیرم، این محدودیت رو آوردم روی 3 تا. یعنی تا وقتی که 3 تا موضوع داشتم که یادشون گرفته بودم ولی هنوز اجراشون نکرده بودم، نمیرفتم یادگیری بعدی. حالا اینا انقدر میموند تا من بالاخره اینا رو پر کنم. تازه یه اتفاق بامزه که افتاد این بود که بعد از یه مدت من یه دفتر داشتم از ریز به ریز چیزایی که یاد گرفته بودم و انگار مسیر رشدم و قشنگ مستند کرده بودم. بامزه بود. اگه بخوام کل این ویدیو رو توی یه جمله جمع کنم، اونم اینه که زندگی ما با چیزایی که میدونیم تغییر نمیکنه، اعمالی تغییر میکنه که با استفاده از اون دانسته ها انجام میدیم. حالا یه اتفاق جالب اینجا افتاده ها. تو توی این ویدیو 3 تا تکنیک جدید یاد گرفتی. اگه همین الان این ویدیو رو ببندی و بری سراغ ویدیو بعدی و این تکنیکا رو انجامشون ندی، دقیقاً دچار توهم پیشرفت شدی. برای همین ازت خواهش دارم که این ویدیو رو ببندی و بری یکی از این تکنیکا رو انجام بدی. 10 دقیقه 5 دقیقه وقت بذار و ببین آخرین باری که دچار توهم پیشرفت شدی کی بود. بنشونش رو خاطرت. اگه از این جور ویدیوها خوشت میاد و دوست داری مکانیزم پشت رفتار خودت و بقیه رو بفهمی، من توی این چنل راجع به همین چیزا ویدیو درست میکنم. میتونی ساب کنی. تا ویدیوی بعدی، بای.